با برابری آغاز شدن سال تحصیل خانیش تشویش والدانی که فرزندانشان در مؤسسه‌های تعلیمی درس می‌آموزند زیاد می‌شود، زیرا بجز از خریدن سر و لباس یگانه مکتبی آنها را پرداخت مبلغ کتاب‌های درسی تا اندازه با مشکلات اقتصادی روبرو می‌کند. این دوره به قول خراجات را بیشتر می‌سازد. این جوان را 2 فرزندش به مکتب می‌رود. آنها تا 6-7 دانه کتاب از کتابخانه مکتب به طور اجاره دسترس کردند. هر کتاب کمش 5 سومانی مبلغ اجاره دارد، میگوید اعظم عبدالرحمانов. روزه شرط و شرایط به ملی چیز خانه نمیکنن، نه فقط کتاب. این حوزه کتابم هر سال با گفتنده کار نو به نو با ارندش قیمت هر سال قیمتش داد خطا نکنم. و کتابا دوری ما میخوندگی بی پول میداد کتابای دی. من نمیدونم این چه حوزه ارنده ها پولی که شده کی. من مثال به ما چند سال ایسی رسیو کار میکردم، اونجا خیشت بارو کار میکنه، فرزندش رسیو میخواند. یگان خیلی ارنده پولی نمیتیاد. نه کتاب، نه مکتب، نه ریمونت مکتب، هیچ چیه. اکنون حوزه این روزه شرایط زندگی و سال قیمت ده ارنده کتاب. من نمیدونم ای چند پولی فرامده. کمش چند 5 سوم نباشه 10 سوم ارنده پولی. یک کتاب به. هوای 15 سوم 20 سوم کتاب خریدم ممکن. ارندش 5 سوم 10 سوم باشه کتاب یک بار خرید بهتر. همگی 2 فرزند اعظم عبدالرحمانov در مکتب تحصیل میکند و خلاص. در جامعه عائله‌های نیز هستند که 3 و یا 4 فرزندشان به تحصیل فرا گرفته شدند که مبلغ اجاره کتاب‌های درسی آنها به حساب میانه تحلیل کنیم بیش از 200 سومانی خواهد شد. نوبسته از این ساکنان به خاطر دانش فرزند و نبیره‌هایشان از این حالت اظهار قناعتمندی میکنند. معقولی دولتی کو گیمنازیوم مکتب 4. اكو مادرش آوردگی من نمیدونم. از من اكو عمده گفته برفتم اینا. مکتب یعقوب سیتم. کتابای درسی تامین نیست. کتابای گرفتن کتابای نو اجاره پولشون سپردیم. اما نه. از 6 سومون 6 نیم سومون 7 سومون هم خیلی اجاره پولی کتابای سپردیم فرزندان. بحثی کتاب قیمت گفتن نمیشه چون که کتاب ده علم و دانش دنیا البته قیمتش نیست. 3 فرزندم میخواند 50 سوم اضافه ده آخه هر یک داشت 5 سومانی گفتاسه هر یک کتابی نام بگفته و موی صبحمو توری نام داشت 3 فرزندم میخواند 60 سوم اخلا و 12 تا 14 کتاب شده گازه خانه نمیکنه داخل که از با تمرین من 7 صنف 9 صنف 11 صنف یا با ملده منش خودم فهمده گریده خانه نمیکنه ما حرکت میکنیم حرکت کنن که میداله ما یاردم کنن اقلا کتابو مالش دیگه وش به ما طرفداری لوگی میگم دیگارتس میگم و اکن کتاب خوندن نگیریم نمیشد و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سال روان فرمایشی را به توصیب رساند که آن درباره ترتیب به اجاره دادن کتاب‌های درسی و مبلغ‌های گردانی آن در مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان میباشد. آن 1 آگوست سال 2022 تحت رقم 1144 انتشار گردیده است. در مقررات عمومی آن آمده است اقتباس: در مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان پرداخت مبلغ کتاب‌های درسی، بدیعی و مواد تعلیمی در 2 شکل عملی می‌گردد: اجاره و یک لخت پرداخت پوره ارزشی مواد. مبلغ اجاره کتاب‌های درسی از حساب خوانندگان به مدت 3 سال به طور 34، 33 و 33% پرداخت می‌شود. پایان اقتباس. از روی نظامنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نرخ کتاب زبان مادری برای صنف‌های 4 نرخ اصلیش یعنی 28 سومون و 96 درم را تشکیل می‌دهند، ولی خوانندگان والدین خوانندگان که 3 سال اول از این کتاب استفاده می‌کنند 33% ارزش این کتاب را پرداخت می‌کنند. برای سال اول تحصیل باشد 10 سومون و 4 درم مقرر شده است. از روی تحلیل کتابداران خوانندگان صنف‌های بالای 17 کتاب را برای خوانش به اجاره می‌گیرند که نرخ آن در عموم 95 سومانی می‌شود. این تنها به یک خواننده صنف بالایی یعنی از صنف 7 بالا است. خواننده صنف پایانی باشد از 5 تا 6 عدد کتاب را به اجاره می‌گیرد که ارزش آن در عموم 45 سومانی را تشکیل می‌دهد. این کتاب‌ها را دوام 1 سال تحصیل استفاده می‌کنند و دانش خود را غنی کرده آخر سال به کتابخانه مکتب برمیگردانند.
بیاری مقرریش مثلا اون خوانندگانی صنفی دهمی که پور کتاب ها رو میگیرن تا به 94 سومون میشد. 94 سومون کتاب های صنفی چهارم 40 سومون میشود. بعضی کتاب ها نرخ اجاره یعنی زیاد را دارند، لیکن اون کتاب هایی که تا سال نشرشان 2018-19 شده است از گردش برآمده است و 50% نرخ اجاره را تشکیل می‌دهد و ما در تالار گیمنازیه نرخنامه کتاب ها را برای هر سال نشر کرده با تصدیق دیرکتور گذاشته. در شهر خوجند تنقیصی کتاب‌های درسی با زبان تاجیکی وجود ندارد. بیشتری کتاب‌های درسی نو بوده خوانندگان با آن تأمین گردیدند. مثلا آغاز سال تحصیلی نو به شهر خوجند 58 نامگوی کتاب‌های درسی وارد شد که 71286 عدد را تشکیل می‌دهد. مبلغ آن باشد بیش از 1 میلیون سومانی است. همه سالا برای تأمین خوانندگان با کتاب‌های درسی وزارت کتاب‌های نو را پیشنهاد و دسترس می‌نماید. کتاب‌های وقتی که از وزارت معارف به شعبه معارفی ما دسترس کرده می‌شود به همه مکتب‌ها از روی یعنی مقداری وارد شده در اساس شماره خوانندگان با فائز تقسیم کرده می‌شود و امسال کمبودی که در مکتبی در نه تنها مکتبی ما بلکه در همه مکتب‌ها جایگزین است این زبانی مادری صنفی 2 بینهایت 85% تقسیم نمودند و زبانی مادری صنفی 4 می باشد که اینم 80-90% به مکتب ما تقسیم شد. هر یک مکتب 80-90% تقسیم نمودند و باقی مانده را خوانندگان از والدین آنها از یعنی یارمارکه رفته میخرند. با کتابی صنفی یعنی پیشتر اش که در اینجا آورده شده است اون کمتر فرقیت را دارد در اساسی چی گفتم ممکن رقمی مشق ها موضوعش مندرجش کمتر که از هم دیگر فرقیت میکند. برای همین ما از کنش استفاده نمیبریم، ما از نوش استفاده میبریم. در شهر خوجند نارسایی کتاب تنها با زبان روسی موجود می باشد که آن زیر توجه شعبه و ریاست معارف ولایت سوق قرار دارد. متخصصان سری وقت برای برطرف نمودن این نارسایی کوشش می کنند، اما در سال تحصیلی 2022-2023 این نارسایی هنوز مشکلات باقی ماند. گزارش مفنوشکور و فرزانه شمسی و نسیم رحیمов و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.